سومین علامت کوچک قیامت، شکاف برداشتن ماه. خداوند متعال در سوره قمر می فرماید که اقتربت الساعه، نزدیک شد قیامت، و یا زودتر فرا می رسد قیامت. و انشق القمر، و دو نصف شد ماه. و ای یروا آیه یعرضوا، و اگر آن مشرکان نشانه های خداوند متعال را ببیند از آن روی میگردانند. و یقولوا سحر مستمر، و میگویند که این یک جادوی گذرا و ناپایداری هست. حافظ ابن کثیر میگوید که با احادیث متواتر ثابت شده است که این واقعه در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده است. و همچنان علما به این نظر هستند که دو نصف شدن ماه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از معجزه های درخشان ایشان می باشد. در حدیث الصحیحین است که حضرت انس بن مالک رضی الله عنه می فرمایند که مردم اهل مدینه نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمدند و خواستند تا به آنان معجزه ارائه کنند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به آنها شکافتن ماه را ارائه کردند. و همچنان در حدیث صحیحین است که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرمایند که ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم در منا بودیم که ناگهان دیدیم که ماه دو نصف شد و یک نصف آن پشت یک کوه و نصف دیگر آن در پشت دیگر کوه رفته و رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که نگاه کنید. و همچنان در حدیث دیگر از حضرت ابن عباس رضی الله عنه در که در دلائل النبوة ذکر است، می فرمایند که مشرکان نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدند و گفتند که اگر در ادعای پیامبریت راستگو باشی، ماه را برای ما دو نصف کن که یک نصف آن بر کوه ابو قبیس و نصف دیگر آن بر کوه قیاقعان که نام کوه است پشت آن قرار بگیرد. و شب هم شب 14 بود، یعنی ماه به شکل کامل خود بود. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خداوند متعال دعا کردند که برایشان این قدرت را بدهد. و آنگاه ماه دو نیم شد که یک نیم آن بر سر یک کوه و نیم دیگر آن سر کوه دیگر رفت و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که نگاه کنید.